وصفی سری خسوره گلوی تو رو نشه جون کبگو میخونه در لبوی نامردو نشو جون سیدا میچره در برگه های دیولشه جون خونیش دورد و بلبل کوی خشخونه شو جون خونیش دورد و بلبل کوی خشخونه شو. قصه های زیادی درباره سر خسرو وجود دارد که گویا سر خسرو از کلمه قدیم سعودی سرخور پیدا شده است و سرخور این افتابرویه گفتن گپ می باشد و در چقری قریب 860 متر بعدی سلسله زمین جنوبی حضرت شاه عکاشه مدنیت همان وقته همین شهر شهیدان پایان مانده است. در نتیجه کتکوب‌های ارکئولوژی در دهه شهیدان عنیق کردند که سن سال امروزه ناحیه سر خسرو قریب 2000 سال زیادتر را در بر می‌گیرد. همه گونه مدنیت‌ها در آن کتکوب‌های ارکئولوژی یافت شدند. مردم امروزه با نام‌های قدیمی دیه‌هاشان زندگی می‌کنند. به مانند دهه اسپرینگون، دهه نسای و خشو و دهه همین نمود ده‌ها بسیار نام دارند. اکثریت ده‌ها و نام آنها برای ما اینقدر معلوم نیست که برای مردم بسیار عزیز است و نمیخواهند که نام‌های همون قدیمی ای باباهاشون مانده رو دیگر کنند. در دورهای قدیم در اینجا هنرهای چوبکاری، لویکاری، نمد بافی، دوزندگی فعالیت میکردند. جانانه نوروزی شیشتای چیم دوزی جانانه نوروزی شیشتای چیم دوزی یک نشتغلت کدای میکنی و میدوزی یک نشتغلت کدای میکنی و میدوزی سرسری پشت میرم کلگوره کشت میرم سرسری پشت میرم کلگوره کشت میرم ای خونی کلگی چوری نوم نوشت میرم ای خونی کلگی چوری نوم نوشت میرم جنونه نوروزی شیشتای چیم دوزی جنونه نوروزی شیشتای چیم دوزی یک نشتغلت کدای میکنی و میدوزی یک نشتغلت کدای میکنی و میدوزی. من کسبی امی دوزندگی را ای مادرم مختم میشیشتم وقتی که چی میدوختم من شیشته نگاه میکردم که امو دوزندگی را یاد بگیرم. ما اولادم پشت به پشتمونم خیلی دوزندگی را کدگی رفتگی با من میخوام که به اینای فرزندان به دخترای همسایه همش میوین ای ما کس میآموزن میپرسن که شما چه خیلی میدوزین چی میکنین که همین ما را نشون بتین میوین شیرازی توقی میدوزن شیرازی پوچه میدوزن توقی میچسبونن در همون پیشترکو دخترها فقط پیش ای شهور کدنشون میخواستن که تکسری بدوزن بختاشون کرته بدوزن دوری بدوزن میومن میپرسیدن که نه چی کنین ما همی کدام رنگ کدام همی چی همی را ما را نشون بده که ما یاد بگیریم. این کسبی قیمتری نه هر یک کدام ایده وقت صرف میشوه اهمیت میده که مثال یکم نه سوزنم خطا نروه یا که یکم قلم کشیدگی خطا نروه و با فکر اندیشه میکنی که همی آدمی که در پیش من شیشتگی من همی را با آموزونم. مردم سر خسرو
البته که مردمی کهنه بنیاد میباشند آنها کسب پدری رو همشون رعایت میکردند. مثال آدم که کوزه لایگر کوزه کن بود، همون مردک تمام اولادش تا آخری حیات خودش همون کار را نشان میداد و در دوام قرنها همون هنرهای اویلوی از بین نمیرفتند. در حاضر وقت اگر پرسی که ترا از کجا این کسب یاد گرفتی، میگفت که از ماماش از کی یاد گرفته است؟ از مامای او. و همین طریق در گذشت سالهای زیاد همین مدنیت بافتن، ساختن، تراشیدن از بین نرفته است. و به ما ترمیه شب کار میکن ایو با پدروی ما میرسیم، پدروی ما آتیل با نوتی ما پیش میبریم، زندگی ما نیوشو میبینیم، خدمت خلق میکنیم. ما که اثر بریم با فرزندوی ما و نبیرگانی ما همین اصوب در کار میکنیم، اصوبی آبی، سنگی، مردم بیارن کپچوشون هم جمعی مونن میرون، ما خودمون آرد میکنیم، شب روز کار میکنیم. میوه کپچه‌ش میگیره میره ارکک تپتو. همون شمی نیستی هم جمعی مونی و نوبت هر کمشه. هم یا شب 5-6 کپچه 10 کپچه و گندم آورد میکنیم. مردم بسیار شایم ارد مگزین ده همی جمعیان گندم میورن ارد میکنن میگیرن میره ارد خوب میشه نون خوب میشه و سنگ و سو بخورمون تیار میکنیم. قدی سنگو میریم همون سنگو خوب نگاه میکنیم میتروشه میگیریم نمیگیم تیار سنگو ذخیروی اوش که اگر ورون شید و خورده شید با یوش میمونیم جوشتا نه کهنوش نه کهنوش میپتیم نوشه با چوده میبریم. در اینجا یادگاری های قدیمه تاریخی با مانند چنار دشترو، شنگ شیبدره، شرشره، ماده شرشره دههای خشاب، سنگ عروس، آب گوگیر و دیگرها بسیار مشهورند و مردم زیادی هر سال با زیارت آنها می آیند یا برای طبابت می آیند یا برای تماشا می آیند. نمی سلوقتی نکم ای 10-12 هزار آدم برای تماشای همین منظره می آیند. البته بسیار از زمین آدما هم قریب زیادتر از نصفشان آدمای خارجی است. آبش بسیار آبی خوب، خنک، بهتر، سلقی. باز بالای همه حل کننده است. در همین آبی بسیار مشاکل ما خودمون در اینجا 25 سال زندگی میکنیم، آبی خوردنی ما همین است. کناری در دشترا بوده از 1500 سال زیادتر است که در داخلشون پیش جواز بوده است، بعد کمیته عسکری سرخ بوده است، بعد در آنجا لازرت کردن طبابت خانه و حاضر یک جای تاریخی حساب می شود. ای بابای ما روایتی کنیم همینجا جو که نداشتن در همین بروی همین کنده جواز تشکیل کردن. من همین خاکش میکردن خنوقای نختای زغیرای میوردن اینجا روان میکشیدن بعد خاوره تقسیم میکردن 1 کیلوی نیم کیلوی چند میرسید بعد همین چی تشکیل شد
مکتب که تشکیل شد یه مکتب در طلبه جا در کرد وقتا نبود یعنی زندگی قیم بود بعد همینجا تشکیل کردن خیلی ایرا چی کردن وقتی جوز که بود چیش که بود چی سنونش بود مکتبش تشکیل کردن بعد همینجا خیلی 10-20 نفر هم خیلی طلبه میموندن میخوندن تا همین سیم سیره بودن یا دو سیره دن میخوندن البته که شهر خسر در بلندی از 1500 تا 3000 متر از سطح بر جایگیر شده است. باغکاری هم در آنجا هرخیله می باشد. باغ‌هایی هستند که در بلندی‌های بلند جایگیر شدند و آنها طرز دیگری نگاهبینی را طلب می‌کنند و چهارمغزهایی هستند که علم قطعی میگویند که خیلی چهارمغز 150 سال 200 سال قریب چهارمغزهایی هستند که 400 سال 500 سال هستند. توت‌هایی هستند که 1000 پشته یاد نداره که ایره کی شناده و شکل نوهای آنها به حد گوناگونند. در پستی‌ها چهارمغزهای کلان کلان میشن، در بلندی‌ها با از آن میده میشوند. مخصوص توتش هم تا ندارد، هم قاق میکنند و هم از آن شیرینی میپزند که برای طبابت و سلامتی انسان خونتنگ میکند، بسیار فایده کلان دارد. وارینی تو تا ندیده میشپیم خاص ویدیو میکنیم میدوزیم علوی عرصانی میجوشه بورا میگیریم میپلونیم با هیلک دوکا قطی با میپلونیم دیگه میشویم توزه میکنیم که یگم دونش نمونه یگم چیش نمونه میجوشه شیرینی میشوه آدم خنک زدگیه که چند ساله باشه یا پیوله چه هست هر بخجمه گرد بگرده نگاه که چه خیلی میشه این دورو های خودش اصل ده ای فایده دور گاوای ما در این جای نمی تمام چیزی همی گل گیاه هست که میخره همی شیرش میخره شیرش تمام جا تفایده میکنه فهمیدی؟ آخه علف در این جای دوروباری همش دوروباری است و در خونه شیر باشه برکه در همون خونه هست دوغ میکشی دوغش یک مسلمون یک کمی که آدم های نداره چند که خرسان میشوه یه مسکه طلبه میتی چند که دعا و چشم میگیری همه خونه در شیر باشه همه گند جای اخی همه چیز میشوه که گلک چولک هم سیره مهمون هم سیره همه سیره زمستون در با جمع میکنیم قروتو میکنیم همه مسکش هم میکشی روغن خولی هست
قایماقش میگیری در روی دیگ میجوشه میگیریش یک چینی سرتوپی چی میشه با کلچه میبریش هم تا قایماقش چیزه سر خسار ما تمام میوه‌جات و محصولات با ما میتن مثال از اون جمله سیب، سرمق، توت، انگور، گیلاس، چبندک حتی چکری و رشکه ما زندگیمون اولی همی هست مهنت میکنیم، میچینیم، خوق میکنیم. در سر خسار از همه چیزی عزیزترش همین نشپاتیه یک طریق امروز که بسیار بالذت است و آن را از اولاد به اولاد به طریق پیوند به امروز رسانده. قسم نشپاتی ها تا 1 کیلو وزن دارد و بسیار حاصل بدن میگیرند. از یک نشپاتی 1 تن 1.5 تن از همون کهنه‌تراش که مثال 100 سال عمر دیدگی حاصل میگیرند. نام علمی لاتینیش پیروس تاجیکستانی که می باشد این نمود به نهایت نادر و محوشونده می باشد. در کتاب سرخ بین المللی به قید گرفته شده است. در سر خسار در همه وقتی ناحیه بودنش 7 جماعت و 57 کفاز بود که به حساب کمترین حساب کنیم قریب 60,000 70,000 اهالی داشت. همه اهالی با مهنت صادقانه در اونجا نان خوردن میافتند و زندگیشان رو میگذراندند. ما 30 سال 35 سال در همین زنبور سر کار داریم. کار میکنیم، مهنت میکنیم. طبیعی سری خسار همه علفا و طبیعتاش فایده‌ناک است. گل‌های قیمت‌ترین دارن. همه چیز. ما همه قطعی سر کار گرفته زنبور قطعی مهنت کرده. روزای همون کمبودی دا ما را رزق روزمون همه ای حسابی همه زنبور اهل اویلا همون خورد خوراک باشه. ما مثال 10 فلک اصل میگیریم، گوه ساله 15 فلک میگیریم. سالهای خیلی کم شوه 7 فلک میگیریم. همه با بازار دیگه ها نمیبریم، بازار دنقره میبریم. ای سری خسار گفته همش انالیز میکنه که اصل تازه میروید. انا ما همه 6-7 فلک اصل در بین 15 روز میفروشیم. ایوی تازگیش کشیده نبود نمیکنیم. طبیعت این کیستان همش فایده‌ناک است. همه چیزش. سال طبیعت شروع بیا اصل خوب میگیریم. سال باروندگی با کمتر بستر شوه با کمتر میگیریم. همین قطعی ایوی حسابی همین زنبور ما زندگانی میکنیم. سهریا هم میخیزیم روز گرم شد زنبور در سر کار میگیریم. تازه میکنیم از شکارا نریشا میبریم. با برای اون که همین قهر نکنه گفته قهر کرد همین درخت ها میشینه قریبی ها اگر همون روز قهر کرد ساعت 10 قهر میکنه تا ساعت 10 روز دیگر همون درخت میسته. اگر دایره کنی به همه نمیگیریش نگیریش قهر میکنه میره. زنبور بسیار میشوه رمکش کمی میکنه مثال زیاد کشید انا مادر کنگیشا میگیره زنبورو قهر میکنه زنبوری کوری پگزه قهر میکنه. انا اون بچه دایشک میسته همون با که که همون مدکه کشی است برای او را مدکه او برای او مادر شوه. اون زنبوری کوری را میگیره قهر میکنه میره. اگر بقب کنی میگیریش یاشک ده میدونیش با حوصله زور میتاو ایودا. نه که بقبش نکنی میره آدیر دا چوی دا جو میگیره. کسی مودا همین بچه میده که کسی میره همون نشون دو ایستام هم را و مخته ایستام کارکه ایستاست. نغزای بچه ذهنش دورای همه کار ایدستش میوید. کارکه ایستاست که بعد سریمو با همین زنبور قداش نمونه. سر خسار داروی بسیار علف‌های طبابتی میباشد. قریب 260 نمود علف طبابتی در سر خسار موجود است. عالم نباتات بسیار بوی است. عالم حیواناتش هم همین خیلی است. در کوههای این منطقه بزهای مارخر، آهو، بزهای چنبرشاخ، گوسفند، گرگ، سگور،
مانا خوک به حد به حساب است. گوناگونی بیولوژی این وظیفه مقدس انسان است و باید همه انسان ها از پی نگاه داشتن اون نمودهای شما تصور کنید 4,500 رستنی ها هستند. گذشته از این زیاده از 800 نمود آنها نمودهای اندمیکی هستند، یعنی بغیر تاجیکستان در یگان جای دیگر نمی رویند. کی وظیفه دار است که آنها رو نگهداری کند؟ ما همه جماعت، تمام جمهوری، اهل جماعت، ما همه وظیفه دار هستیم آنها رو نگهداری کنیم. جان فریاد و عزیز گوش زمین مخیره، جان در چنگی اجل باید کمین مخیرو، جان 100 سالی دیگر عمرمان باشد باقیو، جان آخر کی زمین ما جان آخر کی زمین ما